مستند علفزار دقیقاً 100 سال پیش تو زمان سلطنت احمدشاه قاجار ساخته شده. اولین مستند ساخته شده تو ایران به کارگردانی مریان سی کوپر، فیلمساز امریکایی و سازنده فیلم معروف کینگ کونگ، با همکاری شخصیتی جنجالی به اسم مارگریت هریسون، زنی اسرارآمیز که تو کارنامه‌اش سابقه چند سال جاسوسی برای متفقین رو هم داره. و فیلمبرداری ارنست بیشوتزاک، دوست و همکار قدیمی کوپر. سندی تاریخی که اصالتش رو رابرت امبری، کنسول امریکا تو ایران تایید کرده و جالب این که دقیقاً 20 روز بعد از امضای این سند تو تهران در حالی که داشته از یه سقاخونه عکس میگرفته به قتل میرسه. فیلمی روایتگر کوچه‌ایل بختیاری که بیننده رو با 3 امریکایی سازنده اثر همراه میکنه تا از مسیر ترکیه بگذرن و وارد ایران شن. مسیری که تا رسیدن به ایران 30 روز طول کشید. مستند گذر گروه فیلمبرداری از بیابون‌های خطرناک و پر از راهزن رو به تماشاگر نشون میده تا سرانجام به قول خودشون به سرزمین قوم فراموش شده برسن. امریکایی‌ها تو تابستون که زمان کوچه‌ایل بختیاری به ایران که اون موقع اسمش پرشیا بود میرسن. ایل باید به سمت شرق زردکوه که آب و علف توش فراوونه بره. طایفه بابا احمدی ایل بختیاری 50,000 نفر جمعیت داره و زن و مرد و پیر و جوون با 500,000 رستدام باید از مسیرهای صعب العبور استان چهارمحال و بختیاری عبور کنند تا به آب و غذا برسن. مریان کوپر به ما نشون میده که مردم سخت کوش ایل بختیاری چجوری با کودکای خردسال خودشون با پای پیاده برای بقا با سختی‌های طبیعی مبارزه میکنن و نه فقط یه بار بلکه 2 بار در سال از این مسیر عبور میکنن. خبر خوب این که مستند علفزار که از اولین مستندهای ساخته شده درباره شناخت اقوام جهانه، به خاطر گذشت 100 سال از ساختش دیگه تحت قانون کپی رایت نیست و همه علاقه‌مندای به تاریخ ایران میتونن نسخه کامل اون رو از صفحه ویکی‌پدیا فیلم به صورت رایگان تماشا کنن.